شهر خوجند بوستانی با دستور و راهنمایی اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامی رحمان جهت سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 700 سالگی شاعر نامور جهانی کمال خوجندی قبای نو به بر می‌نماید. باعث افتخار و سرفرازی هر یک ساکن شهر خوجند بوستانی است که امروز مرکز مأموری ولایت سوخت در برابر بنیاد از نوسازی انشاءات تعییناتش گوناگون برای مردم امکانات و شرایط ارزنده مهیا کرده ایستاده است. سال جاری از آغاز معرکه منفشکنی یک چند عدد کوچه‌های شهر خوجند و داخلی محله‌ها با جلب مبلغ‌های بودجوی و صاحبکاران وطندوست منفش کرده شدند. چند روز قبل علاوه باز در محله چشمه ارزنه در کوچه‌های منطقه صنعتی شمالی شرقی یک قطار کوچه‌ها منفش گردیده برای رفع بی‌میلان حدود کارخانه‌ها از جانب اداره خواجگی راه شهر شرایط مهیا کرده شد. این امکان می‌دهد که بخشی صنعتی شهر رشد نموده در این منطقه باز یک قطار کارخانه‌های نوی صنعتی بنیاد گردند. همزمان دیروز از طرف اداره خواجگی راه شهر خوجند راه کوچه سالیبای حکیمبای و محله شرق واقع در حدود بیمارخانه رقم 1 مرکز سرطان شناسی و بیمارخانه بیماری‌های قند تا حدود ناحیه باباجان غفور پورا منفش کرده شدند. این همه امکان می‌دهد که برای رفت و آمد بی‌آسیب شهروندان مساعدت نماید. ساکنان محله و اداره و تشکیلات‌های کوچه مذکور از این اقدام مقامات اجرایی حکم دولتی شهر خوجند اظهار منتداری نموده همزمان برای باز هم زیبا نمودن کوچه خود نمای خانه و بینای خود را خوشتر نموده ایستاده‌اند. ما استقامت کننده همین کوچه به نام اسماعیل سامانی 173. من زیاده از 40 سال همینجا زندگی میکنم. وقتی که ما اینجا آمدیم این کوچه ها بسیار هم فرسوده بود، اسفالت روش نبود، همه جایش کوفتگی. وقتی که من زمستان میشد تیر ماه میشد یگان خیل اینجا راه گشتن امکان ناپذیر بود. غیر از این بسیار من اینجا بیمارخانه ها هست، بیمارخانه های من و خصوصی که آنها میتونستن همینجا کمتر باشد هم کنن تعمیر کنن، لیکن این کار نشد. من بارون میبارید، برف میبارید، من این دیوارای ما و میکدیم تعمیر میکدیم، لیکن از صبح برف و بارون رسیدن و شدن تیز فرسوده میشد همش. من اول منتداری خود رو به رئیس جمهوری و پیشوای ملت امامی رحمان هزار بار تشکر میگویم که همین قدر شرایط فراهم آوردن. دویم به رئیس ولایتمون که به خلقشان غمخوری کرده همین راه ها رو به اسفالت پوش نمودن. رئیس شهرمون غمخوری زیاد کرده ایستادن. من حاضر هم راه گذر هم ماشین سواران بیماران بیملا آمده میرن. باید قید نمود که باشندگان پرشرفی محله‌های شهر را لازم است که خانه و در و کوچه و محله‌های خویش را با طرح ملی و معاصر آباد نمایند تا اینکه سیاحان خارجی از قدیمی و فرهنگی بودن ملت کهن بنیاد ما بیشتر معلومات برند.